به بچت یاد بده از حق خودش دفاع کنه. اون جایی که بهش میگی اشکال نداره مامان جون، حالا یه شام بود دیگه میذاشتی فوت کنه، یه اسباب بازی بود بهش میدادی، یه عروسک بود بهش میدادی، یه جا ناراحت شد گفتی اشکال نداره، حالا تو ول کن مهم نیست. همه اینا بهش یاد میدی که از حق خودت دفاع نکن. جایی که من به بچم یاد دادم که علایق خودش، خواسته های خودش، نیازهای خودش رو زیر پا بذاره، در نظر نگیره، بهش ایثار و فداکاری رو یاد دادم. دقیقاً همون جایی که من وقتی بزرگ میشم و خواسته و نیازهای خودم رو در نظر نمیگیرم، یاد میگیرم که برای آدمای زندگیم نقش ناجی رو بازی کنم، بخوام مدام به بقیه کمک کنم، مدام فداکاری کنم. و اونجاست که بچه من یاد میگیره ارزشمندی من، دوست داشتنی بودن من به اینه که ناجی آدم ها باشم، فداکاری کنم.